منبع‌های رادیو آزادی میگویند که همراخان ظریفی وزیر پیشین کارهای خارجی تاجیکستان و دیپلمات سابقه‌دار بازداشت شده است. چند منبع روز 18 ایون تصدیق کردند که همراخان ظریفی روز 12 ایون دستگیر شد. به گفته یکی از آنها، ظریفی حداقل تا روز 16 ایون در بازداشتگاه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در دوشنبه بود، ولی حالا نمی‌داند که او در کجاست. در این مدت خبرهای نیز به گوش رسید که همراخان ظریفی پس از بازپرسی رها شده است، ولی کسی این گزارش را تصدیق نکرد. مقامات نیز رسما بازداشت یا رها شدن او را تصدیق یا رد نکردند. منابع رادیو آزادی میگویند که سبب دقیق بازداشت او را نمیدانند. تنها یک منبع در نهادهای انتظامی تاجیکستان گفت که بازداشت به جنایت اقتصادی و به کارش در ساختمان بینای وزارت کارهای خارجی ربط دارد. همراخان ظریفی 75 ساله از سال 2006 تا 2013 وزیر کارهای خارجی تاجیکستان بود. در مقام سفیر تاجیکستان در ژاپن و از آن پیش در نمایندگی رسمی کشور در استرالیا و امریکا نیز کار کرده است. او در روز بازداشت شده است که سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان تاجیکستان با اتهام کوشش غصب حکومت بازداشت شد. مخالفان تاجیک بازداشت ظریفی را به پرونده عثمانزاده ربط دادند. مقامات در این باره شرح نمی‌دهند. همصحبتان آگاه رادیو آزادی میگویند او با سید جعفر عثمانزاده رابطه داشت، ولی ربط داشتن بازداشتش به پرونده وکیل سابق پارلمان را دقیق نمی‌دانند. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان روز 14 ایون سید جعفر عثمانزاده را به کوشش غصب حاکمیت دولتی در تاجیکستان متهم کرد و از وکیلان پارلمان خواست که مسئولیت یا دخل ناپذیری وکیلی او را بیکار کنند. همه وکیلان حاضر در جلسه به بیکار شدن مسئولیت عثمانزاده و اجازه بازداشت او رأی دادند.